تازه نشر شده در صفحات مجازی آیا حقیقت داشته است؟ آریانا سعید طفل به دنیا آورده است. دلیل دوری وی از صفحات مجازی چی بوده است؟ آیا با واقعیت آریانا سعید با آسیب سعید ازدواج خواهد کرد؟ دلیل تغییر جراحی های صورت آریانا سعید چی بوده است؟ اکنون وی در کجا زندگی می کند؟ مصروف چه کارباری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل افغانستان، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، هنرمند خوش صدا، محبوب و ناماشنای کشور است. شهرت و محبوبیت خاص در میان مردم افغانستان دارد. این هنرمند تک صدای افغانستان که لقب و ملکه دلها را طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرده است. آریانا سعید چند مدت طولانی می شود کاملا از راه هنر موسیقیش به دور بوده است. دوری آریانا سعید موجب به ایجاد سر صداهای فراوانی در صفحات مجازی شده است، اما شایعات نشر می شود که گویا آریانا سعید در کشور امریکا صاحب طفل شده است و به همین دلیل آریانا سعید تاکنون چندین بار جراحی های مکرر صورت و زیبایی اندام انجام داده است. آریانا سعید در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و همواره تلاش دارد تا دفاع از حقوق زنان افغانستان داشته است. این دختر خانم موفق و با استعداد افغان در بزرگترین جشنواره موسیقی کشور هندوستان اشتراک کرد و آهنگ اعتراضی خودش را برای تمامی مردم جهان سرود. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را بر لای من نان سپرده موفق کامیاب باشید.